عزیز، اینک محترم دکتر نجیب الله مجددی، عضو کمیسیون امنیت شهر کابل، متن پشتوی ابلاغیه شورای رهبری جهادی را خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم می دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. جهادی رهبری شورا نمره نمبر ابلاغیه نن د ثور د میاشتې په 5مه نیټه رهبري جهادي شورا په فوق العاده ډول غونډه فیصلې وکړې چې د کابل ښار د امنیت تأمین او د ښاریانو د مال ناموس او پد د ساتلو په منظور ټولو مجاهدینو او وسلوال پوځ ته هدایت ورکول کیږي چې د کابل ښار امنیت او د ادارې د کمیسیون اوامر چې مرکب دي له محترم ورور دکتر نجیب الله مجددی، محترم جنرال رحیم وردک، محترم قمندان عبدالحق، محترم قمندان مولوی صدیق الله، محترم قمندان حاجی شیر علم او د محترم ورور د اسلامی حکومت د دفاع وزیر قمندان احمد شاه مسعود وسلوال ګروپونه اطاعت وکړي. د کابل د ستراتیژیکي مراکزو او د ځایونو کې امنیت تأمین او له اوامر څخه سرپیچي ونه کړي. تأکید کیږي چې محترم ورور انجینیر احمد شاه مسعود بې لځنده په خپل کار پیل وکړي. د افغانستان د اسلامي دولت رئیس حضرت صبغت الله مجددی. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اینک محترم دکتر عبدالرحمن معاون شورای نظر متن دری ابلاغیه شورای رهبری جهادی را خدمت شما هموطنان عزیز تقدیم می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسول الکریم. ابلاغیه شماره 1 شورای رهبری جهادی. امروز معرخ 5 ثور شورای رهبری جهادی تشکیل جلسه فوق‌العاده داده فیصله به عمل آورده تا غرض تأمین امنیت در شهر کابل و حفظ جان، مال و ناموس ساکنان آن به همه مجاهدین و قوای مسلح دستور داده می شود که از اوامر اداره کمیسیون امنیت شهر کابل که مرکب از محترم دکتر نجیب الله مجددی، محترم جنرال عبدالرحیم وردک، محترم قمندان عبدالحق، محترم قمندان مولوی صدیق الله، محترم قمندان حاجی شیر علم و گروه های مسلح قمندان احمد شاه مسعود وزیر دفاع حکومت اسلامی اطاعت نموده امنیت را در شهر و مراکز استراتژیک شهر کابل تأمین و از اوامر آن سرکشی ننمایید. تأکید می شود که برادر انجینیر احمد شاه مسعود فوراً به کار خویش آغاز کند. و السلام. حضرت صبغت الله مجددی، رئیس دولت اسلامی افغانستان. بیننده‌های عزیز، طوری که آگاهی حاصل نمودید، محترم عبدالوکیل وزیر امور خارجه ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی که به اشتراک عده‌ای از ژورنالیستان داخلی و خارجی در قصر استور وزارت امور خارجه داشته شده بود اشتراک نموده، راجع به انکشافات اوضاع ایجاد شورای 51 نفره‌ای فیصله‌های معین مجاهدین مقیم پشاور با ژورنالیستان توضیحات ارائه نمود. حال توجهتان را به جریان این کنفرانس مطبوعاتی جلب می‌کنیم. ژورنالیستان محترم، خوشوقت هستیم که باز جمع غفیر شما را در کابل پایتخت افغانستان ملاقات میکنیم و واقعا شما ژورنالیست‌های محترم افتخار عزیز داریم که در لحظات بسیار حساس تاریخی کشور ما، سرنوشت‌ساز کشور ما به کابل هستین و از طریق شما جهانیان و مردم افغانستان بتانن مسیری که برای تامین صلح و امنیت
و آشتی و برادری میان افغانها در جریان است. از زبان شما و از طریق شما اینا بشنوند و کمک شوند برای ایجاد فضای صلح، تامین صلح و برادری میان افغانها. ما از طریق رسانه‌های گروهی و اطلاعات جمعی جهان مطلع شدیم که برادران مجاهد ما، رهبران مجاهدین مقیم پشاور و نماینده هایشان جلسات بسیار تشدیدی، بسیار طولانی و بسیار جدی داشتن در روزهای اخیر و دیشب اینا طوری که ما اطلاع حاصل کردیم و فیصله های معین رسیدن میان خود و جمهوری افغانستان. به نهایت مسرور است دولت جمهوری افغانستان و مردم ما و مخصوصا حزب وطن به سرانجام دوستا و برادران ما به یک تفاهم و به یک فیصله در این مرحله حساس کشور رسیدن و ما از این فیصله و تفاهمشان استقبال میکنیم و از طریق شما بر مردم افغانستان، بر تمام برادرای مجاهد خود یک بار دیگر اعلان میکنیم که حاضر و همکاری در ارتباط با انتقال صلح‌آمیز، تسلیم دهی صلح‌آمیز قدرت سازمان ملل متحد و معاون نماینده شخص سرمنشی جلالت ما بین سوان تا کنون در همین جهت انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز بوده و تا کنون مانع تمام افغان‌ها فعالیت‌های ازین نشده. به این ترتیب ما هم از تمام برادران مجاهد، از تمام رهبران، از تمام نیروهایی که در داخل کشور وجود دارند یک بار دیگر اطمینان